بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان و دوستان فارسی زبان در هر کجای دنیا که هستید. انشالله که در اوج سلامتی و تندرستی باشید که حقیقتاً بزرگترین نعمت الهی است. ابتداً باید عرض بکنم دلیل ضبط و نشر این مقوله به چه منظور هستش، بعد بپردازم به خلاصه مطلب. پارسال حقیقتاً چون به اصطلاح توفیقی حاصل شد و این ایام در ایران بودم، انگار یک حس عجیبی به هم دست داد و دروازه‌ای باز شد و بنده حقیر و ناقابل از اونجا مجوزی گرفتم و یک گلی رو بودم و اون رو بوییدم و اینقدر عطر و رایحه این گل زیبا و فرح بخش بود، حس دیگه‌ای، حس دینی به هم دست داد که این رو باید با عزیزان دیگه سهیم و شریک بشم. بنابراین مقصود این ضبط نوار همونجور که اکثر عزیزان یقیناً بهش واقف هستن، از بدو خلقت انسان دو تفکر و یا دو وجهه در این عرصه گیتی صحنه‌آرایی کردن: تفکر هابیلی و تفکر قابیلی، تفکر ابراهیمی، تفکر نمرودی و یا وجهه موسوی و وجهه فرعونی. مثال‌های قرآنی و یا حتی در زندگی روزمره‌مون فراوان هستش از این دو وجهه بودن، دوگانگی بودن. این نمادین در هر لحظه زندگی ما حاضر و حاکم هستش. متجلی ترین این دو نماد به نظر این حقیر در همون ذات اقدس الهی که حزب الله به یک کلامی گفته میشه. البته قطعاً منظور بنده صحه گذاشتن و یا تکذیب مقاصد سیاسی نیستش در این مقوله. پس حزب الله یک وجهه و حزب شیطان یک وجهه دیگه این بحث هستش. به عبارت دیگه به نظر این حقیر هر لحظه، هر اندیشه‌ای، هر گفتاری و هر فعلیتی که از ما سر میزنه و ساطع میشه، بدون هیچ شک و تردیدی عزیزان این رو از بنده ناقابل بپذیرید که این یا در راستای ارضای خدا، در راه رضای خدا و خداپسندانه هستش و یا غیر، یا اینکه اون در راستای ارضای شیطان و شیطان دوستانه هستش. بنابراین حزب شیطان و حزب الله اینجا تولید میشه، فکرش، تفکرش و پیرو اون گفتارش و پس از آن فعلیتش. یعنی که اگر ما فعلی از زمان سر بزنه، کاری بکنیم و بنا به محک و سنجش خودمون فرض بکنیم که دوستی یک کار خیری رو بکنه و بنا به همون ارزیابی خودش اذعان بکنه که فی المثل 60% این رو من در راه رضای خدا کردم و بالاجبار 40% اون در راه نفس پرستی خودم و به گویش بنده در راه پرستش شیطان بوده. پس بنابراین با متمسک شدن به علم ریاضی این 60% بر اون 40% غلبه میکنه. پس این مورد قبول درگاه حق خواهد شد. عزیزان و دوستان، با کمال تأسف باید خدمتتون عرض بکنم قطعاً اینجوری نیستش. این رو با صحت و سقم خیلی تأکید زیادی من میگم، برای اینکه واقعاً به این مسئله ایمان آوردم و درش هیچ گونه شک و تردیدی ندارم و باور بکنید یقین کامل به این موضوع دارم و این رو خالصانه و برادرانه از بنده بپذیرید. روش میتونیم با هم دیگه مجادله بکنیم، بحث گفتگو بکنیم. حتما مشتاق رسیدن نامه های شما و ایمیل های شما هستم که بنده رو اگر پا در راه خطایی گذاشتم آگاه بکنید. مطلب دیگه در این گفتار این هستش که
ما راه سومی، همونجوری که اشاره مختصری شد، راه سومی در این انتخاب نداریم. یعنی همواره ما دو تا راه انتخاب داریم برای پیشبرد اهدافمون و اعمالمون، یا راه خدایی یا راه شیطانی. راه سومی قطعا وجود نداره و اگر کوچکترین ناخالصی در این اهداف ما، در این اعمال ما شکل بگیره، این مورد قبول قرار نخواهد گرفت. در احکام و در نقل‌های دینی اومده که در آخرت، در روز محشر، همه دعا میکنن، همه تضرع می‌ورزن به درگاه خداوند که بارالله در اون دنیا نامه اعمال ما رو به دست راستمون بده. هیچ کسی در هیچ فرقه و مسلکی نیومده بگی که خدایا این نامه و اعمال ما رو به دست چپمون بده. باز برمیگرده به همون پیش مقدمه این گفتار که ما دو تا وجهه داریم که اینها در قبال هم سفارایی میکنن. بنابراین اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه از همینجا نشأت میگیره. این هستش که با یک جمع‌بندی خیلی مختصر دوباره خدمت فارسی زبانان عزیز عرض میکنم که دوستان عزیزان، با یادگیری این آلت و ابزاری که الان خدمتتون عرض کردم، اگر ما یک تأملی و یک تفکر نسبتاً عمیق، نه چندان زیاد، در افکارمون، در گفتارمون، در اعمالمون بکنیم، خودمون هیچ نیازی به هیچ کس دیگه نیستش. خودمون وجداناً به این واقف میتونیم بشیم و میتونیم بسنجیم که این کاری که ما کردیم در فلان جا، در فلان مکان، فی‌المثل یک نمازی رو با یک طمأنینه مثلا من خوندم، آیا به خاطر این بود که صاحب مقام منزلتی در قبال یک شخصیت مملکتی یا یک رئیسی کارفرمایی بشم، یا اینکه واقعا در راه راستای خدا بوده، در راه رضای خدا بوده. و مثالهای دینی و غیر دینی است. در این مقوله بسیار بسیار فراوان هستش و انشالله که مورد عنایت یکی که شما قرار گرفته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.